بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف فردای متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. با شما گرامیان هستیم با آیاتی دیگر از سوره مبارکه البقره و تأملی در محتوای این آیات. در درس گذشته و برنامه گذشته به همراه شما گرامیان جزء دوم کلام الله مجید را آغاز کردیم با آیه 142 و موضوع تغییر قبله از مسجد الاقصی به سوی مسجد الحرام در مکه مکرمه. الله متعال در آیه 142 فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سيقول السفهاء من الناس ما ولهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. عده‌ای خواهند گفت قبل از اینکه موضوع تغییر قبله و آیات مرتبط به تغییر قبله از مسجد الاقصی در شام، در فلسطین، در بیت المقدس به سوی مسجد الحرام و کعبه به تعبیر دقیق‌تر در مکه مکرمه آیاتش نازل شود، در متعال قبل از اینکه به اون آیات بپردازد، قبل از اینکه اون حکم رو برای ما بیان بفرماید، فرمود که عده‌ای انسان‌های نادان اعتراض خواهند کرد به این حکم. تعبیر سفیه اینجا استفاده شد و جالب است که تعبیر سفیه رو سیقول السفهاء ما در همین سوره در آیه دیگری هم داشتیم، در آیه 131 آنجا که الله متعال فرمود که ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه، و چه کسی از ملت ابراهیم، آیین ابراهیم، از دین و باور و اعتقاد ابراهیم علیه السلام سرباز میزند، روی گردان می شود، مگر کسی که خود را تحقیر نموده است، نفس خود را تحقیر نموده است، خود را به حقارت گرفته است. و اونجا هم مگر اینکه انسان نادان و ناآگاهی باشد. روی گردانی از ملت ابراهیم علیه السلام، باور ابراهیم علیه السلام، راه و روش و منهج ابراهیم علیه السلام را الله متعال نادانی نامید. و اینجا هم باز از کسانی صحبت می کند که به قبله ابراهیم علیه السلام اعتراض می کنند. و یک نکته لطیفی هم در این آیه نهفته است. ما این آیه رو به تفصیل دربارش و مقدمات موضوع تغییر قبله در قسمت گذشته و برنامه گذشته به همراه شما زبانان صحبت کردیم. این آیه فرمود که این آیه قبل از اینکه حکم نازل بشه و قبل از اینکه اعلان بشه اشاره کرد که یک عده‌ای ناآگاه و نادان اعتراض میکنند به این قبله که قبله ابراهیم علیه السلام است و رسول الله علیه السلام به قبله ابراهیم علیه السلام رو میکند. اینجا یک اعجازی در این آیه نهفته است. الله متعال فرمود که اینها انسان‌های نادان بعد از اینکه حکم من نازل شود اعتراض خواهند کرد و میگویند که چرا اینها رو کردن و شبهاتی که مطرح کردن یهودیان و منافقین و مشرکین. منافقین گفتن که محمد متحیر از هر لحظه به یک سوی رو میکند. یهودیان گفتن که این قبله که مسجد الاقصی قبله انبیای الهی بوده است، چرا شما از این روی گردان شدید؟ اگر این قبله برحقی بوده است که شما تا حالا بر او بودید، خب شما به سوی ناحقی رفتید. و اگر قبله برحقی نبوده است، نمازهایی که تا حالا در این چند سال خواندید چه می شود؟ این شبهات از روی حسادت و کینه و حقد بود، چون آیات رو الله متعال آیات بعد
صراحتاً این موضوع اشاره میکنه که اینا خوب میدانستن که اصلا فلسفه این تغییر قبله چیست و حکایتش چیست و چرا این اتفاق افتاده. اصلا خوب میدانستن که این پیامبر الله متعال است و این کار را میکند و قبل از اینکه این اتفاق بیفته میدانستن به زودی این اتفاق خواهد افتاد. آیات بعد اشاره میکنه به این موضوع. حالا این نکته رو میخوام اشاره بکنم که الله متعال فرمود که یک عده از این نادانان میگویند که چرا این کارو کرد. اگر اینها می آمدن و اعتراض نمی‌کردند و سکوت می‌کردند، الله متعال فرمود که سیقولوا، به زودی خواهند گفت بعد از اینکه حکم نازل بشود که چرا این کار رو کردن، چرا قبلشون رو تغییر دادن. اگر اینها اعتراض نمی‌کردند و سکوت می‌کردند، موقع چه اتفاقی می‌افتاد؟ اون موقع این آیه زیر سوال می‌رفت، اون موقع قرآن زیر سوال می‌رفت. ولی با این وجود این کار رو اونها انجام دادن، اعتراض کردن، سکوت نکردن. بنده متعال میدانست که با وجود این که میگوید این نادانان اعتراض میکنن و آنها میشنوند هم که قرآن اونها رو با این تعبیر خطاب کرده، باز هم اعتراض میکنن. اگر اونها یک کمی عقل خود رو به کار میانداختن، میگفتن خب قرآن ما رو نادان خطاب کرده و گفته اعتراض میکنن، بیا ما اعتراض نکنیم و قرآن رو زیر سوال ببریم. اینها انقدر عقل نداشتن، درک و شعور نداشتن، به همین خاطر الله متعال اونها رو نادان خطاب کرد. شبیه این تحدی رو و این چالش رو ما در سوره مبارکه مسد هم داریم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنی عنه ماله و ما کسب، تا آخر سوره، که درباره ابو لهب عموی رسول الله علیه السلام نازل شد در سال 4 بعثت، در ابتدای دعوت علنی. وقتی رسول الله علیه السلام بعد از 3 سال دعوت مخفیانه در مکه مکرمه دعوت علنی را آغاز کردند، در روی تپه صفا ابو لهب آمد و نفرین کرد رسول الله علیه السلام رو و گفت که 2 دستت خشک باد، ما رو به خاطر این صدا کردی. رسول الله علیه السلام روی تپه صفا رفت و اونها رو با تعبیری صدا کرد که تعبیر اعلان و آمادگی برای جنگ بود. همه جمع شدن و گفتن چه خبر است، چی میخواد بگوید محمد صلی الله علیه و سلم، و اونها رو دعوت به توحید کرد و ترک شرک. و ابو لهب همچین جمله رو به کار برد درباره رسول الله علیه السلام که 2 دستت خشک باد. الله متعال این آیات رو نازل کرد بر علیه ابو لهب. در اون لحظه الله متعال فرمود که ابو لهب و زن ابو لهب، جمیل که لقبش جمیل بود، عروه بنت حرب، جمیل هم به مانند همسرش ابو لهب، هر دو به دوزخ می روند. این آیات وقتی نازل شد که در ابتدای سال 4 بود، 4 بعثت. ابو لهب زنده بود و زنده بود تا بعد از جنگ بدر هم زنده بوده است. یعنی بعد از نزول این آیات در ابتدای سال 4 تا وقت هلاکت ابو لهب در مدینه منوره 2 سال بعد از هجرت، یعنی 15 سال بعد از بعثت، 11 سال بعد از نزول این آیه، بعد از نزول سوره مسد 11 سال ابو لهب زنده بود. یک بار هم از روی نفاق نیامد که بگوید من مسلمان شدم. یک بار هم این عقل و درک به سراغش نیامد. از روی غرور، از روی تعصب، از روی کینه و حقد یک بار هم این کارو نکرد. خب من بیام و این قرآن رو زیر سوال ببرم. قرآن گفته من دوزخی هستم، من بیایم ولو از روی دروغ جلوی مردم، جلوی مسلمانان بگم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بعد من مسلمان بشم، بعد یک دفعه هم بگن این که مسلمان شد. قرآن میگوید که این در دوزخ است، این که مسلمان شد، قرآن رو زیر سوال ببرم. این درک و شعور رو نداشت، نه ابو لهب داشت و نه یهودیان و نه کسانی که در مدینه. الله متعال فرمود که نادانان اعتراض خواهند کرد. اگه اعتراض نمی‌کردن قرآن رو زیر سوال می‌بردن. اما اینقدر درک و شعور نداشتن که به این چیزها فکر بکنن و اون کینه و حقد و حسادت این اجازه رو به اونها نمیداد. الله متعال فرمود که سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. بگو مشرق و مغرب از آن الله متعال است، به هر سویی که بخواهد قبله رو تغییر میده و هر امری که بفرماید امر اوست و او تعیین میکنه. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هر کسی رو که بخواهد به راه مستقیم، صراط مستقیم هدایت میفرماید. در آیه بعد، آیه 143 الله متعال میفرماید و کذالک، و این گونه جعلناکم امة وسطا و کذالک، و همچنین و این گونه و همان گونه که برای شما یک قبله جدید انتخاب کرد، بهترین قبله رو برای شما انتخاب کرد. خب طبیعتاً مسجد الحرام افضل است از مسجد الاقصی و مسجد الحرام نسبت به مسجد الاقصی افضلیت دارد
با اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما هم مسجد الاقصی رو، هم مسجد الحرام رو و هم مسجد النبی رو که در لحظه نزول این آیات رسول الله علیه و سلم در داخل اون مسجد هست، 3 مسجد مقدس اسلام، هر سه رو برای ما مقدس نامیده و فرموده لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد. جایز نیست بار سفر بستن به نیت عبادت و تبرک در یک مکانی، استفاده از مبارک بودن مکان، به جز 3 مکان، یکی مسجد الحرام و همچنین مسجد النبی، مسجد هذا و مسجد الاقصی. و مسجد الاقصی به اندازه مسجد النبی از لحاظ مکانت، از لحاظ جایگاه، از لحاظ فضیلت ارزشمند است نزد مسلمانان و قبله اول مسلمانان است. در این بحث نیست و شکی نیست، قداستش، جایگاهش، فضیلتش. اما مسجد الحرام افضل است نسبت به مسجد الاقصی و همچنین نسبت به مسجد النبی در مدینه منوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مسجد الحرام روی خواهد کرد. الله متعال می‌فرماید و کذالک جعلناکم امة وسطا، همانطور که قبله جدیدی برای شما انتخاب شد و بهترین قبله خود شما هم من علیه بعضمت قرار دادم شما رو جعلناکم امة وسطا، شما را یک امت وسطی قرار دادم. وسط در فارسی هم استفاده میشه، کلمه وسط رو ما در فارسی هم داریم، تعبیر وسط رو ما در فارسی استفاده میکنیم، یعنی میانه. وسط در عربی به 2 معنی استفاده میشه. یکی همون معنایی که ما در فارسی استفاده میکنیم کلمه وسط رو، یعنی میانه، یعنی اعتدال، میانه روی، وسط. و مثلا میگویند که اوسط الوادی، وسط وادی، وسط الوادی، وسط وادی بهترین جای وادی است و میانه وادی است، هم میانه است هم بهترین جاست. وسط به معنای میانه میاد، معنای میانه اگر بگیریم یعنی امتن وسطا، امت میانه، امت میانه رو، امت معتدل، امتی که در اون اعتدال وجود دارد. اعتدال هم همون معنای وسط رو میده، یعنی میانه روی، عدل. چون که ما مثلا میگیم هوا معتدل است، کلمه فارسی هم معتدل استفاده میشه، ما میگیم هوا معتدل است. معتدل است یعنی چی؟ یعنی نه خیلی سرده نه خیلی گرمه، وسط دیگه. نه هوای سردی است نه هوای گرمی است، هوای معتدل وسط سرد و گرم میشه وسط. امت وسطا، یک معنای امت وسط این است که شما یک امت میانه روی هستید، نه اهل افراطید نه اهل تفریطید، نه اهل کندروی هستید نه اهل تندروی هستید. در هر کاری، در اعتقادتون میانه هستید. نه مثل یهودیان هستید که در اعتقادشان انقدر اینها دشمنی کردن با انبیای الهی، انقدر دشمنی کردن با ملائکه الهی و آیاتش گذشت. در آیات جزء اول به تفصیل الله متعال درباره دشمنی بنی اسرائیل و خصوصا یهودیان با انبیای الهی صحبت فرمود که برخی از اونها رو کشتن، برخی از اونها رو تهمت ها زدن و درباره عیسی علیه السلام رو نعوذ بالله هنوزم یهودیان ولد الزنا مینامند، سلیمان رو جادوگر و کافر مینامیدن و این اتفاقات در بین یهودیان اتفاق افتاده است. و یهودیان دیده بسیار بدی نسبت به جبرئیل علیه السلام داشتن که الله متعال در آیه 97 بعد در همین سوره درباره این صحبت فرمود. نه اون اعتقاد و باور یهود رو نسبت به انبیای الهی و ملائکه داریم و نه اون اعتقاد و باور نصارا رو. نصارا باز انقدر غلوف کردن، اونها بی احترامی و توهین کردن، اینها بسیار بالا بردن، به حد خدایی رساندن. عیسی علیه السلام رو، بانو مریم علیه السلام رو، جبرئیل علیه السلام رو، روح القدس به حد خدایی رساندن، یعنی به پرستش گرفتن و یکی از 3 خدا نامیدن روح القدس علیه السلام رو و عیسی علیه السلام رو. نه اون افراط مسیحیان رو ما داریم و نه اون تفریط یهودیان رو در اعتقاد. حد وسط، نه به خدایی میگیریم و نه بی احترامی و بی حرمتی ما آنها میکنیم. همچنین در عبادت‌های خودمون، همچنین در حتی معاملات خودمون، همچنین در معاشرات خودمون. آیات فراوان نیست که اگر بخوام در این باره صحبت بکنیم ساعت‌ها میشه صحبت کرد. حد وسط یعنی اعتدال و میانه‌روی در دین مبین اسلام. ما حتی درباره انفاق و حتی در عبادت‌ها هم ما باید میانه‌روی بکنیم و حد وسط رو داشته باشیم. عده‌ای از صحابه آمدن به محضر برخی از امهات المؤمنین و از اونها درباره عبادت رسول الله علیه السلام پرسیدن که چگونه عبادت میکنن. وقتی که شنیدن عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو پیش خود کم پنداشتند. تصور و انتظار آنها این بود که رسول الله علیه السلام بیشتر از این عبادت میکند. به همین خاطر پیش خود گفتم خب رسول الله کسی است که علیه متعال گناهان گذشته و آینده ایشون رو بخشیده و ایشون بالاخره پیامبر الهی است و
محبوب الله متعال است، شاید اونقدر نیازی نداره به این عبادت که زیاد عبادت بکنه. یکی از آنها گفت خب من شبها تا صبح نماز میخوانم و دیگه هیچ شبی رو نمیخوابم، تهجد میخوانم. یکی دیگه گفت من هر روز پشت سر هم روزه میگیرم و اصلا روزی نخواهد بود روزه نگیرم. یکی دیگه گفت که من هم شروع میکنم به عبادت کردن و خودم رو وقت میکنم برای عبادت و اصلا نه ازدواج میکنم نه با زنها ارتباط میگیرم. خبر رسید به رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله علیه و سلم از این گفتگوی بین صحابه که همسران شنیدن که اینها بعداً با هم گفتگو کردن و همچین صحبت‌هایی کردن. خبر به رسول الله علیه و سلم رسید و رسول الله علیه و سلم فرمود که اونها رو خواست و موضوع رو مطرح کرد. فرمود که من متقی ترین شما من هستم، با تقوا ترین شما من هستم و از همه شما بیشتر از الله متعال میترسم و بیم دارم و محبت دارم، هر دو با هم. من از همه شما بهترم، دیندارترم. این تعبیر ساده ترش من دیگه از شما با تقوا ترم و با این وجود هم شبها نماز میخوانم، هم میخوابم، هم روزه میگیرم، هم روزه نمیگیرم. یعنی روزی هست روزه میگیرم، روزی هست روزه نمیگیرم. در طول سال روزهایی که رسول الله علیه و سلم روزه نگرفته بیشتر از روزهایی است که روزه گرفته. خیلی بیشتر است. اصلا نصف هم نیست. یعنی اگر حساب بکنیم در طول مثلا 12 ماه سال روزهایی که رسول الله علیه و سلم روزه میگرفتن، این روزها بیشتر نیست نسبت به روزهایی که روزه نگرفتن. یعنی روزهایی که روزه نگرفتن بیشتر است. و همچنین رسول الله علیه و سلم فرمود و من هم همسرانی دارم، با اینها رابطه دارم، نزدیکی میکنم. این نیست که شما همه چیز رو ترک بکنید و دین با این مخالف است. انسان کلا دنیا رو ترک بکنه و فقط به دینداری بپردازد و حد اعتدال یکیش همین. یعنی ما نه شیفته دنیا شدیم و برده دنیا شدیم، نه هم کلا دنیا رو سه طلاقه کردیم گذاشتیم کنار و چسبیدیم به آنچه که برخی از به اصطلاح امروزی های ما و شما صوفی های غارنشین آمدن و اون رو ایجاد کردن و فقط یک گوشه بنشین و هیچ کاری به کار دنیا نداشته باشه و در جامعه نباشه. نه، مسلمان در جامعه است، در دنیاست، زندگی خودش رو داره، در کنار اینکه زندگی خودش رو داره دین رو داره، دنیا رو هم داره. اعتدال رو رعایت میکنه. به این بحث بسیار مفصلی است. ما در همه چیز، در اخلاق، حتی در صدقه دادن قرآن کریم میفهمد اینطور نشه که تو ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اینطور نشه که تو هم هر چی داری ببخشی در راه خدا، بعد خودت هم تنها بمانی و هیچ چی نداشته باشی برای خود. حتی وقتی که ما انفاق میکنیم، در بحث انفاق هم خرج برای خانواده هم الله متعال میفهمد نه اسراف بکنید نه خسیس و بخیل باشید، حد وسط رو رعایت بکنید. و کذلک جعلناکم امة وسطا. یک معنای وسط این است. معنای دیگه وسط این هست که وسط به معنای بهتر. در سوره معرکه قلم الله متعال وقتی که داستان اون برادران این رو صحبت میکنه که باغی داشتند و خلاصه میخواستند که میوه های اون باغ رو جمع آوری بکنند و داستانشون اونجا ذکر میشود که نیت خیر نداشتن. یعنی باغی که هر سال پدر اونها در هنگام برداشت محصول، همون روزی که محصول برداشت میشد، فقرا و مساکین رو هم جمع میکرد تا در اون محصول اونها هم سهمی داشته باشن. اینها گفتن نه، ما امسال اونها رو سهیم نخواهیم کرد و زودتر میریم و جمع میکنیم و میوه‌های خودمون رو. یکی از اونها که بهترین آنها بود، الله متعال میفهمند در 28 سوره معرکه قلم قال اوسطهم، بعد از اینکه اون عذاب نازل میشود و باغ اونها آتش میگیرد، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. آیا به شما نگفتم چرا نمیگویید که ماشاءالله ان شاء الله؟ چرا ذکر الله تعالی و یاد الله تعالی رو ندارید؟ چرا این کار رو کردید؟ قال اوسطهم، گفت بهترین آنها در عقل، در رفتار، در اعتقاد، در باور. اوسط به معنای بهترین هم میاد اینجا. و کذلک جعلناکم امة وسطا، شما بهترین امتی هستید که الله تعالی اون رو خلق کرده. و این آیه رو این برداشت رو آیه 110 سوره معرکه آل عمران که میفهمد کنتم خیر امتی اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که الله تعالی آفریده است و برای انسان ها آمده اید. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، و دلیلش همین است که امر معروف میکنید و نهی از منکر. شبیه همین محتوا رو باز در آیه 139 سوره معرکه آل عمران هم داریم که شما ولا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اندوهگین نباشید، سست نشوید، شما بهترین هستید اگر مؤمن باشید. یعنی بهتر بودن امت، بهترین بودن این امت نسبت به امت‌های دیگر مشروط به عمل صالح، مشروط به امر معروف و نهی از منکر است، مشروط به اجرای دستورات الله متعال است. یکی دیگر از معانی امت وسط به معنای
امت بهتر است، یعنی بهترین امتی که آمدن این امت هستن. خب طبیعتاً امتی که میان رو باشه خب بهترین امت ها هم می شود، یعنی هر دو معنی با هم سازگار هستند و منافاتی ندارن. و جالب این است که این آیه و کذالک جعلناکم امة وسطا در سوره مبارکه بقره که این سوره مرتبط است به موضوع خلافت انسان روی زمین، یعنی هدف اصلی این سوره همونطوری که در آیات 30 به بعد داستان آدم علیه السلام و خلافت انسان روی زمین رو مطرح می‌فرماید و بعد از اون انواع یعنی دسته‌های مهمی از فرزندان آدم علیه السلام ذکر میکنه، بنی اسرائیل، یهودیان و مسیحیان و مسلمانان، میفرماید که اون بهترین خلیفه‌ای که در فرزندان آدم آمد، بهترین امتی که آمدن، اون امت وسط، امت میانه رو، اون امت محمد مصطفی علیه السلام هست. و خود این کلمه و خود این تعبیر هم در وسط این سوره آمده، یعنی 286 آیه که سوره مبارکه بقره دارد. اگر ما اون رو نصف بکنیم میشه 143 دقیقاً. 283 286 286 رو نصف بکنیم وسطش میشود 143 که این آیه دقیقاً آیه 143 است. و الله متعال برای ما در وسط این سوره امت میانه رو، امت معتدل، بهترین امت رو در وسط این سوره برای ما ذکر می‌فرماید که امت محمد مصطفی علیه السلام است. و کذالک جعلناکم امة وسطا. جالب است که ما از لحاظ جغرافیایی هم اگر نگاه بکنیم، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ مکانی هم این امت وسط است. یعنی ما اگر خشکی‌های زمین رو به هم بچسبانیم، یعنی قبل از جدایی قاره ها که بالاخره می‌دانید ابتدا قاره ها به هم چسبیده بودن و بعد از هم جدا شدن، اینها اگر به هم چسبیده بشه، یعنی مثلا شما قاره آمریکای جنوبی رو در آغوش غرب آفریقا قرار بدیم، آمریکای شمالی رو به اروپا بچسبانیم، استرالیا رو بیاریم در بین هند و اندونزی و مالزی قرار بدیم، در این قسمت خشکی ها همه به هم بچسبن که روز چسبیده بودن. خانه کعبه، مسجد الحرام در مرکز این خشکی هاست، یعنی در وسط این خشکی ها، مرکز این دایره خشکی ها قرار میگیره. با امت اسلامی هنوز هم روی نقشه در وسط عالم هستند، یعنی از لحاظ جغرافیایی هم این امت وسط است. و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس، لتكونوا تا باشید، شهداء علی الناس. شهدا جمع شهید است، معنای جمع شاهد است. شهدا جمع شاهد یا شهید رو توش میشه. شهدا شاهدان، تا الله متعال شما رو امت وسط قرار داده، بهترین امت قرار داده است تا شما شاهد باشید علی الناس، بر مردم. لتكونوا شهداء، لتكونوا شهداء، لتكونوا شهداء. اگر لام لتكونوا، این لامی باشد که برای علت فرض بکنیم، این لام رو برای لام تعلیل بگوییم، لام تعلیل، یعنی اینکه علت بهتر بودن شما این است لأن تكونوا شهداء علی الناس، تا اینکه شما باشید بیانگر حق برای مردم، یعنی شما حق رو مردم بگویید، چون شما امت معتدلی هستید، چون شما امت میانه روی هستید. به دیگر امت‌ها یاد بدید، به دیگر انسان‌ها یاد بدید، به انسان‌های روی زمین به اونها یاد بدهید، به اونها یاد بدهید تا درباره اعتقاد، درباره دین، درباره رفتار، درباره عبادات اونها رو به اونها یاد بدید، چون غالباً بین افراط و تفریط هستن. یک عده اصلا منکر وجود در متعال هستن، یک عده هیچ موجودی نیست مگر این کور به خدایی نگرفتن. اون در سرزمین هند هیچ موجودی نیست که در سرزمین هند به پرستش گرفته نشده باشه. یک عده مثلا منکر وجود چیز مثلا موجودی به اسم خالق برای عالم هستن، منکر وجود الله متعال و هر گونه موجودی به نام خالق آسمان ها و زمین. در بین این دو افراط و تفرید، امت وسط، امت محمد مصطفی علیه السلام بیانگر حق هستند. لتكونوا شهداء علی الناس، تا اینکه شما به مردم یاد بدهید. از این افراط و از اون تفرید هر دو رو به وسط بکشید، این افراط و این تفرید. افراط هم باید برگرده به عقب، تفرید هم باید برگرده به عقب، در وسط با هم جمع بشن، افراط و تفرید. یک نکته رو دقت بکنیم که و کذالک جعلناکم امة وسطا، امت وسط، امت میانه رو و اعتدال. این اعتدال چیست؟ این اعتدال رو کی تعیین میکنه؟ این اعتدال محمد مصطفی علیه السلام میزان است. میزان وسطیت چیست؟ انا خیلی خودشون رو به هر حال گروه‌های مختلف، احزاب مختلف، فکرهای مختلف، دسته‌های مختلف در امت اسلامی خود رو امت وسط مینامند، یعنی خود رو میانه رو مینامند، خود رو معتدل، اسلام معتدل مینامند. این میزان چیست؟
این میزان رو کی تعیین میکنه؟ کی تعیین میکنه که در بین امت اسلامی کی میان رو هست، کی افراط میکنه، کی تفریط میکنه؟ این رو کی تعیین میکنه؟ در بین امت‌ها کلمه متعال تعیین کرد. امت اسلام، پیروان محمد مصطفی علیه السلام امت وسط هستند، نه یهودیان، نه مسیحیان، نه دیگران. خب در بین پیروان محمد مصطفی علیه السلام امروز ما می‌بینیم که گروه‌ها و دسته‌های مختلفی هستند که هر کدوم ادعا می‌کنن که ما اون میان روترین ما هستیم، اسلام وسط ماییم، گروه ما، حزب ما، طایفه ما، دسته ما، فکر ما. خب کی تعیین میکنه این رو؟ میزان چیست؟ میزان محمد مصطفی علیه السلام است. میزان یاران محمد مصطفی علیه السلام است که در آیه 137 هم ذکر شد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر دیگران ایمانی به مانند ایمان شما بیاورند، شما یعنی صحابه دیگه، در ابتدا مخاطبین اول این آیه صحابه رسول علیه السلام بودند. اگر ایمانی به مانند ایمان شما بیاورند آنگاه هدایت شدند. وسطیت، اعتدال، میان روی محمد مصطفی علیه السلام است و سنت او و یاران او. هر کسی که مخالف سنت رسول علیه السلام حرکت می کند یا دچار افراط است یا دچار تفریط است. این میان رو نیست. میان رو کسی است که پیرو سنت رسول علیه السلام است. میزان میان روی رو کی تعیین میکنه؟ آقا یه کسی میاد به شما میگه شما داری تون میری. خب من از کجا بدونم که تون میرم یا کن میرم؟ خودم رو باید با سنت رسول علیه السلام مقایسه بکنم. رسول الله علیه السلام درباره این عقیده، درباره این باور، درباره این فکر، درباره این عمل چه فرموده است؟ اگر مطابق آن بود دیگه میان روی است. این میان رویه. هر کسی که غیر از این انجام داد یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. میزان سنت رسول الله علیه السلام است. میزان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این میزان است. و وسطیت به این معنا نیست که ما بین گناه و بین عبادت جمع بکنیم. یک عده متاسفانه یک برداشت غلطی دارن. از یک طرف میگه خب میره نماز میخونه، روزه هم میگیره. از این طرف میبینیم که گناه هم داره میکنه، نعوذ بالله مشروب هم میخوره، سیگارش هم داره میکشه. بعد وقتی باهاش صحبت میکنه میگه من آدم معتدلی هستم، آدم میانه روی هستم، آدم افراطی نیستم. هم از این طرف از دنیا لذت میبرم، هم از دین. این وسطیت نیست. این گمراهی است، این ضلالت است. خانمی رو شما میبینید که روسری سر نمیکنه، چادر سر نمیکنه و از یک طرف دیگه نمازش هم داره میخونه. بعد این ادعا رو داره که من آدم میانه روی هستم، آدم معتدلی هستم، آدم افراطی نیستم. پایبندی به دین افراط نیست. پیرو سنت رسول الله علیه السلام بودن افراط نیست. کسی که از سنت دور میشود این انسان افراطی است یا تفریط میکنه. اگر خیلی زیاد روی کردن هم درست نیست، شل گرفتن هم درست نیست. و عادتا کسانی که در وسط قرار دارن، اینها کسانی که معتدل و میان رو هستند، پیرو سنت رسول الله علیه السلام هستند، کسانی که دچار تفریط هستند، شل گرفتن همه چیز رو، اونها این عده رو متهم میکنن به تندروی. و کسانی که باز خیلی افراط کردند از اون چیزی که یعنی شدت به خرج دادن در جایی که دین شدت به خرج نداده است، اونها باز کسانی رو که در وسط هستن متهم میکنن به کندروی. در حقیقت اگر کسی متبع سنت است و کسی او رو متهم کرد که شما تندرو هستی، به خودش انسانی است که شل گرفته، بعد بگه آقا من تند نمیرم، شما کند میری. این معیار رو باید مد نظرمون باشد. معیار چیست؟ معیار سنت رسول الله علیه السلام است. تو نشه هر کسی بیاد از خودش قرائتی داشته باشه، نه خب آقا افراط میکنید. شما افراط چی است؟ آیا رسول الله آدم افراطی بوده است؟ آیا رسول الله علیه السلام وسطیت در دین رو نفهمیده است؟ اتباع سنت چرا باید اسمش بشه افراط؟ پیروی از سنت کجاش افراط است؟ این تعبیر رو باید اصلاح بکنیم در جامعه. افرادی پایبند سنت رسول الله علیه السلام هستند، بعد یک عده اونها رو از نامش رو گذاشتن افراطی. الان متاسفانه به جای رسیده کار که الان کسی ریش رو هم نگه بداره به عنوان سنت رسول الله علیه السلام، میگه آدم افراطی است. این که نشد چون من این چیزها رو، چون ملت کفر، چون جامعه غرب این رو نامش افراط گذاشته، ما هر چیزی رو که اونها به خورد ما میدن ما افراط بنامیم. نه، سنت رسول الله علیه السلام عین عدالت و وسطیت است. هر کسی که مخالف سنت عمل میکنه او باید بیاد به سنت برگرده. او باید بیاد به سمت سنت. سنت به سمت اونها نمیرود. همه باید به سمت سنت بیاین. کسانی که شل گرفتن به سمت سنت بیاین. کسانی که افراط کردن به سمت سنت بیاین. حد اعتدال وسط سنت رسول الله علیه السلام است. این موضوع رو مد نظرمون باشد که افراط و تفریط رو کی تعیین میکنه؟ سنت رسول الله علیه السلام. هر فعلی که رسول محمد مصطفی علیه السلام انجام داده عین وسطیت است، اعتدال است، میان روی است. علی مطلق میفرماید تکونوا شهداء علی الناس. شما باید
شما پیروان محمد مصطفی علیه السلام، شمایی که پیرو سنت او هستید، باید این افراط و تفریط ها رو شما باید کنترل کنید، مدیریت کنید، یاد بدید به دیگران و اونها رو بیاورید به این سمت. و در دنیا اون معنای دیگر رو هم اگر به مد نظر بگیریم که امت وسط معنای بهترین امت است، امر معروف و نهی از منکر باید بکنیم. چرا بهتره؟ چون امر معروف میکنه، نهی از منکر. این دیگران رو دعوت بدیم، دیگران رو به سمت دین مبین اسلام و شریعت مبین اسلام فرا بخوریم. یک معنای دیگری هم لتکونوا شهداء علی الناس دارد. لام اگر به معنای عاقبت باشد، معنای سرانجام باشد، تا سرانجام این گونه باشید. در آخرت معنای شهداء علی الناس برای آخرت استفاده میشه. امت هم در دنیا شاهد است بر دیگران، هم در آخرت شاهد است بر دیگران. در دنیا شاهد است، یعنی به اونها یاد میده حد وسط رو، اعتدال رو، میانه روی رو. در آخرت شاهد چطور میشود بر دیگران؟ رسول الله علیه السلام فرمود روز قیامت پیامبران الهی میآیند. نوح علیه السلام را در مطار صدا میفهمد. نوح علیه السلام میفهمد لبیک یا رب، لبیک یا رب، بارالله بفرمایید، امر بفرمایید. علی مطار میفهمد که نوح آیا تو رساندی رسالتی را که به تو امر کرده بودم به پیروانت؟ میفهمد بلی یا الله، بلی یا الله، من رساندم. و همزمان پیروان نوح علیه السلام رو هم می آورد. امتی که نوح علیه السلام، قوم نوح علیه السلام رو، امتی که نوح علیه السلام به سمت آنها رفت، آنها رو هم می آورد. علی مطار در سوره که اعراف میفهمد روز قیامت فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. من الله با عظمت هم از پیامبران میپرسم، هم از اون امتی که پیامبری به سوی آنها رفته است. از هر دو گروه از پیامبر میپرسم رساندی؟ از امتیان پرسیده میشود آیا به شما رساند فلانی دعوت من رو و رسالت من رو، کلام و پیام من رو؟ پیروان نوح علیه السلام، قوم نوح علیه السلام وقتی می آیند بعد متون از آنها میپرسد آیا نوح علیه السلام آمد به شما گفت آنچه را که من به او امر کرده بودم؟ منکر میشن، میگن نه والله ما جاءنا من نذیر، اصلا هیچ پیامبری به سراغ ما نیامده است. سبحان الله. نوح علیه السلام 950 سال برای اونها رسالت داده و اونها رو دعوت کرده و اینها منکر هستن، اصلا میگن ما اصلا هیچ پیامبری به سمت ما نیامده. پیامبری نه، پیامبر کدوم پیامبر؟ ما اصلا پیامبری ندیدیم. و در مقابل علی مطال به نوح علیه السلام میفرماد که نوح آیا تو شاهدی داری برای این ادعای خود که رساندی؟ نوح علیه السلام میفرماد بله یا الله، من شاهد دارم. محمد مصطفی علیه السلام و امتش شاهد من هستند که من رساندم. و رسول الله علیه السلام فرمود که و آن وقت شما شهادت میدهید که بله یا الله، نوح علیه السلام به امتش رسانده است. خب چطور ما شهادت میدیم؟ ما که ندیدیم. شاهد باید مشاهده کرده باشه، ما که مشاهده نکردیم با چشم. ولی چون الله متعال در قرآن کریم برای ما نوح علیه السلام رو معرفی کرده و رسالت او رو در آیات مختلفی من جمله در سوره مبارکه نوح و در سوره مبارکه هود و در جاهای دیگر برای ما به تفصیل ذکر کرده، ما یقین داریم آنچه که الله متعال فرموده است درست است، کلام الله متعال، هیچ شکی در آن نیست، این اتفاق افتاده است. بر اساس آیات قرآن ما شهادت میدهیم که بله یا الله، نوح علیه السلام رسانده است، این رسالت رو به آنها و به آنها گفته است. ما میشویم شاهد بر امت نوح علیه السلام، ما میشویم شاهد بر قوم عاد، ما میشویم شاهد بر قوم ثمود، ما میشویم شاهد بر همه کسانی که در قرآن کریم داستانهای آنها ذکر شده و آنها رسالت انبیاء خود رو منکر میشوند. یکی از این که لتکونوا شهداء علی الناس روز قیامت به این معناست، یعنی ما شهادت میدهیم بر علیه اون اقوامی که شهادت پیامبر خود رو انکار میکنند. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و در اون زمان رسول الله علیه السلام فرمود که من هم باز شهادت میدهم برای شما، تایید میکنم شهادت شما رو. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و خواهد بود رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد بر شما، گواه بر شما، او هم شما رو تایید میکند و شاهد بر شما است. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. علی مطال میفرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. دوباره موضوع بحث قبله برمیگرد. بعد از اینکه موضوع اشاره شد به اینکه قبله تغییر کرده، چون این امت جدیدی است، بهترین امت است، قبله این امت قبله ابراهیم علیه السلام است. همون قبله‌ای که ابراهیم علیه السلام بنا کرده بود، پدر انبیای الهی، دوباره برمیگرده قبله به ابراهیم علیه السلام. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. خب اون قبله قبلی چه می شود؟ قبله مسجد الاقصی در مکه مکرمه. الله متعال بنا به حکمت‌های قبله رو به سمت مسجد الاقصی قرار داد. قبله
مسلمانان در مکه کعبه قرار نگرفت. برخی از مفسرین فرمودند یکی از حکمت‌ها که در مکه مکرمه در کنار کعبه قبله به سمت قدس بود این بود که قریش خب کعبه رو از خود می‌دانستن، گفتن کعبه مال ماست. اگر محمد مصطفی علیه السلام به سمت کعبه رو می‌کرد، یعنی قبله کعبه می بود، اونها میگفتن خب این با ماست، مشکلی نداریم با ما، قبله آبا و اجدادی ماست، قبله خود ما است، کعبه کس خود ماست. اونقدر خودش رو نشون نمیداد ایمان به قبله و جایگاه این ایمان که قبله به سمت مسجد الاقصی بشود. وقتی قبله به سمت مسجد الاقصی شد، مردمی که دور مکه هستن، اگر کسی به خاطر تعصب قومی و قبیله‌ای رو به کعبه میکرد، خب اونقدر ارزشی نداشت که به خاطر اطاعت از دستور الله متعال و اوامر الله متعال روی به قبله بکند. الله متعال قبله رو تغییر داد به سمت مسجد الاقصی. قبله به سمت مسجد الاقصی شد. در ابتدا قبله شد به سمت مسجد الاقصی. قبله محمد مصطفی علیه السلام شد مسجد الاقصی. تا هر کسی که رو میکند به سمت مسجد الاقصی مشخص بشه دقیقاً فقط به خاطر اطاعت از الله متعال این کارو کرده است، نه به خاطر حب قومش، نه به خاطر اینکه کعبه یادگار قوم ماست و آبا و اجداد ماست و میراث فرهنگی ماست و ارث ماست و تعصب قومی، تعصب قبیله‌ای، تعصب فرهنگی باشد. نه، بحث اطاعت از دستورات الله متعال بود فقط. قبله تغییر کرد به سمت مسجد الاقصی شد. بعد از اینکه حالا این قبله برمیگرده دوباره به سمت مسجد الحرام، الله متعال میفرماید که و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، من الله بعضمت قرار ندادم اون قبله ای را که کنت علیها، تو بودی بر آن، یعنی مسجد الاقصی، قبله ای که تو بر آن بودی. یعنی الان که قبله میشه مسجد الحرام، قبله قبلی میشه مسجد الاقصی. اون زمانی که این 15-16 ماهی که این 15-16 سالی که به صورت عموم قبله به سمت مسجد الاقصی بوده است، حکمتش چی بوده؟ لنعلم و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا، من قرار ندادم مگر لنعلم من يتبع الرسول، تا من الله با عظمت نعلم یعنی بدانیم، لان نعلم در اصلش این بوده تعبیر، لان نعلم تحت لفظش میشه تا ما بدانیم. اما وقتی که به الله متعال این تعبیر استفاده می شود لنعلم، تا من الله با عظمت نمیگویم، اینجا نمیگویم که بدانم، لنعلم تا من الله با عظمت بدانم، چون الله متعال همه چیز را میداند، گذشته را میداند، آینده را میداند، عالم الغیب است، نیازی به نیست که اتفاق بیفته تا بداند. الله متعال همه چیز را میداند. خب در علم الله متعال، علم غیب الله متعال همه چیز مشخص است که کی چه کار خواهد کرد و چگونه رفتار خواهد کرد. اما علمی که نزد الله متعال است، این علم خودش به تنهایی، این علمی که هنوز اتفاق نیفتاده است اما الله تعالی چون خالق است میداند این اتفاق میافتد، این علم سبب مجازات یک فردی نمی شود تا وقتی که در میدان عمل به وقوع نپیوندد این علم. به تعبیر دیگر الله متعال میداند که فلان این کار رو میکنه، چون میداند او رو به دوزخ نمیبره. هنوز نیومده، خلقم نشده، مثلا چند بنده قرار است که 10 سال بعد 100 سال بعد به دنیا بیاد. الله متعال میداند وقتی به دنیا بیاد از ابتدا تا انتها کی به دنیا میاد، کی میمیره، چطور زندگی میکنه. اما قبل از خلقتش درباره او هنوز حکمی صادر نشده است. هنوز درست است که این در مشخص بهشتی یا دوزخی، اما تا نیاید، تا زندگی نکنه، تا خودش تصمیم نگیره برای خودش، تا زندگی به او پایان نرسه، حکم دوزخ و بهشت برای او جاری نمیشود. این که در نزد الله متعال همه چی مشخص است یک بحث است. این که الله متعال نشان بده در میدان واقع، او رو به عمل نشان بده تا حجتی برای کسی باقی نماند. اینجا لنعلم رو چی معنی می شود؟ الا لنعلم، تا من الله با عظمت معلوم گردانم، مشخص گردانم، تا من که میدانم، یعنی الله متعال که میداند، شکی در این نیست که میداند، اما تا نشان داد به خود فرد، به اون افراد نشان داد که شما، من میدانستم شما این کار میکنید، اما خب الان ثابت شد برای شما که شما این کار میکنید و این منافاتی با اختیار خود فرد ندارد. این که الله متعال از قبل میداند، خب خالق است، میداند که با اختیار خودش چه رفتاری رو انجام خواهد داد. الا لنعلم، تا اینکه من الله با عظمت مشخص گردانم، معلوم گردانم، من یتبع الرسول، چه کسی اتباع میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، ممن ینقلب علی عقبیه، و یا چه کسی ینقلب برمیگردد علی عقبیه، بر پاشنه پای خودش.
چه کسی مرتد می شود و چه کسی دستور الله متعال رو میپذیرد. الله متعال میفهمد یکی از حکمت‌های تغییر قبله این هست که آزمایشی بوده برای صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. در ابتدا به سمت مسجد الاقصی، کعبه نه، کعبه رو شما دوست دارید، کعبه رو عشق و علاقه دارید، محبت دارید، کنارش رشد کردید، بزرگ شدید در مکه، اما نه، من الله معظمت میفهمم که به سمت مسجد الاقصی باش. مسجد الاقصی که قبله یهود بود در آن زمان، به سمت کعبه نه، به سمت مسجد الاقصی باشه، به سمت مسجد الاقصی. بعد که آمدن در مدینه منوره 16 یا 17 ماه گذشت، الان دوباره الله متعال دستور میداد برگردید به سمت مسجد الحرام. الان که از مکه خارج شدن، الان که یهود ادعا میکنند که محمد اگر برحق است چرا به سمت قبله ما نماز میخواند، چرا قبله ما رو پیروی میکنه؟ الله متعال رسول الله دوست دارد قبله دیگری داشته باشند. الله متعال میفهمد برگردید به مسجد الحرام. الان برمیگردن به مسجد الحرام. خود همین بازگشتن از این رو به آن رو و از آن رو به این رو، یعنی خود همین تغییر قبله، اول به مسجد الاقصی بعد دوباره مسجد الحرام، این نیاز به ایمان دارد، این نیاز به پایبندی به دستورات رسول علیه السلام دارد. این خودش شک ایجاد میکنه، دودلی ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه. الان کی ثابت قدم میماند؟ کی قلبش ثابت قدم است که دستور الله متعال است، حکم الله متعال است. حلال اون چیزی است که الله متعال فرموده حلال، حرام اون چیزی است که الله متعال فرموده حرام. قبله همون جهت برای خودش، جهت به تنهایی قداست ندارد، مکان به تنهایی قداست ندارد، مگر الله متعال قداستی برای او تعیین کرده باشه. الله متعال که تعیین میکنه. سنگ رو در کنار کعبه به نام حجر الاسود، سنگ است. سنگ انسان که اشرف مخلوقات است، دستور میدهد که این سنگ رو ببوسید، میبوسد. محمد مصطفی علیه السلام سنگ حجر الاسود رو میبوسد، در حالی که سنگ در بین مخلوقات، سنگ از سنگ نباتات بهترن، از نباتات حیوانات بهترن، از حیوانات انسان ها بهترن. یعنی 3 مرحله پایین‌تر از انسان است سنگ. با این وجود انسان اشرف مخلوقات محمد مصطفی علیه السلام را امر میکنه که این سنگ رو ببوسید. چرا؟ چون دین اتباع است. دین اتباع است فقط. چشم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراهیم علیه السلام که الگو و امام متقیان است، الله متعال فرمود تسلیم شو، فرمود تسلیم شدن برای پروردگار جهانیان. الا لنعلم من یتبع الرسول یتبع و یتبع، هر دو تا معنای پیروی میدن. یتبع و یتبع تشدیدی که در اینجا آمده، زیادت اللفظ تدل علی زیادت المعنی، یعنی اینکه پیوسته پیروان. اینها دستور منتظرین دستور رسول علیه السلام چی است. رسول فرمود این طرف چشم این طرف، آن طرف چشم آن طرف. هر امری که رسول علیه السلام میفرمود صاحب درجه اطاعت میکردن و اتباع میکردن. الله متعال میفهمد و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. و هرچند که این کار لکبیرة، کار بسیار عظیمی بود، کار این خود همین تغییر قبله، خود این تغییر قبله و ابتدا به مسجد الاقصی و بعد مسجد الحرام، این کار سختی بود، کار سنگین بود. الا علی الذین هدی الله، مگر بر اون کسانی که واقعا هدایت شدن، میدانستند که دستور الله متعال است، هر سمتی که او امر فرماید با همون سمت رو خواهیم کرد. این آیه این بخش آیه اشاره به این دارد که صحابه در این امتحان بسیار بزرگ همه اینها موفق بودند، چه در ابتدا که قبله مسجد الاقصی بود، چه بعداً که قبله مسجد الحرام تغییر یافت. هیچ روایتی ثابت نشده است که صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، آن کسانی که با او بودند از مهاجرین و انصار، در این موضوع قبله پای آنها لغزیده باشد یا اینکه اونها مرتد شده باشند به خاطر تغییر قبله. این اتفاق نیفتاده است، بلکه اونها در جا برگشتند، قبله تغییر کردند. به اشاره کردیم در قسمت گذشته که حتی بعد از اینکه در قبل از نماز عصر اون روزی که قبله تغییر کرد، جبرئیل علیه السلام آمد در مسجد النبی قبل از نماز عصر و به رسول الله علیه السلام فرمود قبله تغییر کرد و این آیات رو خواند و قبله نماز عصر رو از ابتدا به سمت مکه خواندن. چند نفری از اون جماعت پشت سر رسول الله علیه السلام مسجد النبی منطقه دیگری در شهر مدینه رفتن به نام حی بنو سلمه که فاصله داره، فاصله زیادی از مدینه منور، از مسجد النبی دارد و اون قسمت هنوز نماز عصر رو اونجا مردم نخوانده بودن، مردم نماز عصرشون رو نخوانده بودن و خب فاصله داشت از مسجد النبی، نمیرسیدن به نمازها برون بیاین. الان هم واقعا دور است، یعنی با ماشین شما اگر میخواید برید حداقل 10 دقیقه طول میکشه تا شما به مسجد النبی برسید از اون منطقه.
اونجا مشغول نماز عصر بودند، در حال خواندن نماز عصرشان بودند. تعداد کمی بوده طبیعتاً، خب تعداد آنچنانی چند صد نفری نبودند، یک چند نفری. شما فکر کنید 20 نفری در اون منطقه، هم منطقه مردم اون منطقه در مسجد خودشان نماز می‌خواندند. به سمت مسجد الاقصی 2 رکعت رو خوانده بودند که صحابی آمد و گفت قبله تغییر کرد و ما به سمت مکه نماز خوانیم نماز عصر رو. همونجا جای نماز همه برگشتن 2 رکعت دیگر رو به سمت مسجد الحرام خواندن. اونجا الان فعلا مسجد به نام مسجد قبلتین در مدینه منوره، در همون مکانی که اونها این اتفاق برای اونها انجام پذیرفت و اتفاق افتاد، مسجدی ساخته شده به نام مسجد قبلتین که برخی از صحابه رسول علیه السلام آنجا در منطقه خودشان نماز می‌خواندن و خود رسول علیه السلام در مسجد النبی قبل از نماز عصر قبله رو تغییر داد الله متعال و از همون ابتدای نماز به سمت مسجد الحرام نماز خواندن. الله متعال می‌فرماید وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. این سوال پیش آمد، خب اگر قبله تغییر بکنه، حدوداً 15 سال است که صحابی به سمت مسجد اقصی نماز خواندن. عده‌ای فوت کردن، از دنیا رفتن. این عده‌ای که فوت کردن نماز اینها چی میشه؟ نماز اینها در این سالهایی که خواندن نماز اونها چی میشود؟ یهودیان آمدن و همچین شبهه رو مطرح کردن که اگر این قبله برحق بود چرا روی گردان شدید؟ اگر برحق نبود نمازهای شما پس چه میشود؟ این سوال پیش آمد که چه میشود؟ الله متعال پاسخ میداد این سوال خود به خود. و ما کان الله لیضیع ایمانکم. الله متعال میفهمد و ما کان الله متعال این گونه نیست لیضیع ایمانکم که ضایع بگرداند ایمان شما رو. الله متعال ایمان شما رو ضایع نمیکنه، از بین نمیبره. تا دیروز مسجد الاقصی قبله بود، هر کسی که به سوی مسجد الاقصی نماز خوانده نمازش درست. امروز مسجد الحرام قبله است، هر کسی که به سوی مسجد الحرام نماز میخوانه نمازش درست. تا دیروز قبله مسجد الاقصی بود، امروز مسجد الحرام است. هیچ تغییری، هیچ مشکلی در نماز شما ایجاد نمیشود. نماز همه نمازهایی که شما سمت مسجد الاقصی خواندید الله متعال اونها رو قبول میکنه، از بین نمیبرد. اینجا ایمانکم برای نماز استفاده شده، صلاتکم. ایمانکم کلمه ایمان برای نماز استفاده شده است، برای صلات، چون صحبت از قبله است، صحبت از نماز است. و ما کان الله لیضیع ایمانکم یعنی و ما کان الله لیضیع صلاتکم، نماز شما رو. نماز ایمان نامیده شده است در این آیه. به همین خاطر برخی از علما از این برداشت کردند که کسی که نماز نمیخواند ایمان ندارد و کافر است. کسی که نماز نمیخواند کافر است. و برخی از ائمه به مانند امام بخاری رحمت الله علیه از این آیه این گونه برداشت کردن از این کلمه ایمانکم که عمل جزئی از ایمان است. یعنی ایمان فقط تصدیق قلبی و اقرار با زبان نیست. اینطور نیست که من فقط در قلب قبول داشته باشم که الله متعال هست و قیامتی هست و حساب کتابی هست و پیامبرانی بودند و قرآن هم کلام الله متعال است و بهشت و دوزخ هم است و خلاص دیگه من مؤمنم، انسان مسلمانی هستم، مؤمن است. نه، این تنها قبول نیست. خب اینها رو که ابلیس هم قبول داره، این اندازه رو که ابلیس هم قبول داره، تا این اندازه رو ابلیس یعنی شیطان هم قبول داره. الله متعال رو قبول داره، وان خالق آسمان ها و زمین، کتاب‌های آسمانی رو قبول داره که از سوی الله متعال هستن. ملائکه رو با چشم سر دیده، اگه ما ندیدیم اون دیده هستن. و همچنین غیر از این موضوع قیامت رو، بهشت و دوزخ رو، همین ها رو دیده اصلا. بس این نیست که فقط ما در قلب قبول بکنیم، با زبان هم بگیم. خب من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. بعد نماز چی؟ حالا بخونیم نخونیم زیاد خدا سخت نمیگیره، خدا نیازی به نماز من و شما نداره، دلت پاک باشه. خب حج چی؟ شما الان توانایی حج داری، بعد حج واجبه، حج ولش کن، دل مسکینی رو به دست بیار. حج خدا، حج اینجا همسایه من است. روزه چی؟ من روزه نمیگیرم، صدقه میدم به جاش. خب گناهان چی؟ خدا سخت نمیگیره، خدا ما رو نمیبخشه، خدا با اون عظمت چطور ما رو میبخشه؟ این انسان ها فراموش کردن که الله متعال اگر رحیم است، جبار هم است، متکبر هم است، هیچ نیازی به تو نداره. انقدر بندگان زیادی روی این زمین داره که اصلا من تو عدد حساب نمیشه. این یشاء یذهبکم ایها الناس و یاتی بآخرین. اگر بخواد در یک لحظه همه شما رو از بین میبره، گروه دیگر رو به شما میآورد، به جای شما میآورد. این انسان ها فراموش کردن ایمان هم تصدیق قلبی است، هم اقرار زبانی است، هم عمل برکان است. عمل برکان
یعنی عمل کردن جزئی از ایمان است. و این قسمت آیه و ما کان الله لیضیع ایمانکم دلیل واضح صریحی است برای اینکه عمل جزئی از ایمان است. هرچی انسان بیشتر عمل کنه ایمانش بیشتر میشه، هرچی کمتر عمل کنه ایمانش ضعیف‌تر میشه. اینو ما کاملا مشاهده میکنیم در ماه مبارک رمضان که بعد از ماه مبارک رمضان احساس میکنیم ایمان ما قوی‌تر شده. چرا؟ چون در رمضان بیشتر عبادت میکنیم، عمل انجام میده. و هر وقت انسان گناه بیشتر میکنه خودش میفهمه که ایمانش ضعیف شده. ایمان لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. قرآن کریم میفهمه وقت ایمانشون اضافه میشه با وجود این ایمان قبلی که داشته. ایمان درجاتی داره. انسان ها در ایمان یک درجه نیستن. ایمان صحابه رسول علیه السلام با ایمان بعد از اونها متفاوت است. خود صحابه هم ایمانشون درجات مختلفی داشته است و ایمان افراد به یکدیگر متفاوت است. ولکل درجات مما عملوا. و روز قیامت هم بر اساس اعمالی که انجام میدن چون ایمانشون متفاوت میشه درجات انسان ها در جنت متفاوت است. و ما کان الله لیضیع ایمانکم. الله متعال ایمان شما رو ضایع نمیکنه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. الله متعال در سوره کهف میفهمد کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدن من در راه عظمت اجر و احسان اونها رو عمل اونها رو ضایع نمیکنم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی ذره کار خیری انجام داده باشه میبینه نتیجه او رو. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و همچنین کسی ذره کار شری انجام داده باشد نتیجه او را خواهد دید. الله متعال عبادتش کسی رو از بین نمیبرد. اینجا الله متعال این شبهه را هم پاسخ داد که شبهه‌ای که از طرف یهود مطرح شده بود که الله متعال تا دیروز فرموده بود مسجد الاقصی هر کسی به اون هم نماز خوانده نمازش قبول است. امروز مسجد الحرام است، از اینجا بعد دیگه قبول نیست. دقیقاً ما همین شبیه همین حکایت رو نسبت به چی داریم؟ نسبت به موضوع پیروی از پیامبران الهی تا آمدن پیامبر بعدی داریم. مثلا پیروان موسی علیه السلام تا زمان خودشان تا وقت موسی علیه السلام بود خب مسلمانان زمانه بودن. هر کسی موسی علیه السلام ایمان آورد و باور داشت و به تورات عمل کرد مسلمان بود. بعد از موسی علیه السلام که عیسی علیه السلام آمد هر کسی که به عیسی ایمان آورد و عمل کرد و به انجیل باور داشت و عمل کرد اون مسلمان بود. اگر ایمان نیاورد به عیسی علیه السلام کافر شد. همین حکایت برای محمد مصطفی علیه السلام است. وقتی محمد مصطفی علیه السلام آمد هر کسی به ایشان ایمان آورد و به دستوراتش عمل کرد به قرآن عمل کرد مسلمان است. هر کسی ایمان نیاورد مسلمان نیست. تا دیروز قبل مسجد الاقصی بود، امروز تبدیل شد مسجد الحرام. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. همون الله متعال پایان آیه بالناس لرؤوف رحیم. الله متعال به بندگان به انسانها لرؤوف رحیم. رؤوف است و رحیم است. رؤوف رأفت محبت و رحیم همچنین رحمت الله متعال. یک تفاوت بین رؤوف و رحیم است. مفسرین فرمودند که رؤوف رحمت و محبت الله متعال در مواردی است که ضرری به سوی انسان متوجه است، بیشتر برای دفع ضرر هست. یعنی رؤوف بیشتر جای استفاده میشه که ضرری متوجه انسان میشه و دفع ضرر بکنه انسان. و رحیم برای جای استفاده میشه که جلب منفعتی است، جلب منفعت. و ضرر اول باید دفع بشه بعد رحمت و لطف و نفع بیاید. درباره قرآن مثلا میفهمد شفاء و رحمت للمؤمن. شفاء و رحمت. شفا یعنی چی؟ شفا یعنی یک بیماری هست، یک مریضی هست، یک دردی هست باید برطرف بشه. شفا چه وقتی انسان شفا پیدا میکنه؟ وقتی که یک مریضی داشته، یک دردی داشته، اون درد میره، مریضی میره، اون ضرر میره، شفا میاد. و رحمت بعدش رحمت میاد. رحمت نفع است، محبت بعد از دفع ضرر است. رؤوف الرحیم. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. الله متعال برای بندگانش دفع ضرر میکنه و جلب منفعت میکنه. و پیوسته ما در قرآن کریم جالب است که میبینیم تعابیر کرده متعال برای رد شرک دارد. یعنی تعبیری که استفاده میشه که شما مثلا مشرکین وقتی میخواد در متعال رد بکنه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. غیر الله متعال رو به عبادت میگیرن، استغاثه میکنن یا فلان مدد میگوین در برابر کسانی که نمیتوانند دفع ضرر بکنن از آنها، نمیتوانند جلب منفعتی برای آنها داشته باشند. انسان وقتی دعا میکنه، دعای انسان خالی از دو حالت نیست. یا ما انسان ها دعا میکنیم که الله متعال یک ضرری رو از ما دفع کند، یا دعا میکنیم که الله متعال یک نفعی را به ما برساند.
دعای ما یکی از این دو تاست دیگه، یا ضرری رو از ما دور بکنه، مشکلی رو، مصیبتی رو، غمی رو، دردی رو، رنجی رو، یا اینکه خوبی رو ما برساند، لطفی رو، احسانی رو، نعمتی رو، ثروتی رو به ما بدهد، سلامتی رو ما بده. این از دو حالت خالی نیست دعای ما. الله متعال میفهمند من هم رؤوفم هم رحیمم، هم ضررها را از شما دفع میکنم، هم لطف و احسان خودم رو شامل حال شما میگردانم. به همین خاطر الله متعال میفهمد از این بابت خیالتون راحت باشد که وقتی که شما پیرو به دستور الله متعال باشید هیچ ضرری متوجه شما نخواهد بود. وقت ما به پایان رسید و به همین قدر اکتفا میکنیم و آیات بعدی ان شاء الله در قسمت بعد به هم به شما صبران ادامه خواهیم داد. تا دیدار بعد همه شما صبران بنده متعال میسپارم. الله یار و نگهدار.